بچه‌ها سلام. آموزش کباب کویده مرغ و هم تو پیج خودم زیاد دیدید، هم تو پیج خیلی از دوستان دیدید. اما امروز می‌خوایم به اتفاق هم و دور هم یک کباب کویده مرغ خاص درست کنیم که چه از لحاظ طعم و چه از لحاظ عطر و بو خیلی متفاوته. کباب کویده مرغ امروزمون دو تا ویژگی خیلی خاص داره که اگه تا آخر ویدیو همراه من باشی خودت متوجه این ویژگی ها میشی و از بقیه کباب کویده های مرغ یه سر و گردن بالاتر وای میسی. 500 گرم سینه مرغ احتیاج داریم، یه دونه بادمجون متوسط، فلفل دلمه نصف استفاده میکنم، یه پیاز سفید و یه پیاز قرمز. عطر و طعم این کباب خیلی خاصه، اینو بهت قول میدم که شگفت زدت میکنه. میزان ادویه ها هم تو ادامه کار بهتون میگم. برای شروع کار ما نیاز داریم که بادمجون رو کاملا کبابیش کنیم. من شعار رو کم میکنم و بادمجون رو میذارم روش تا کاملا شروع به کباب شدن بکنه. برایشون نیاز داریم که سینه های مرغمون رو یا چرخ کنیم یا مثل من تو گوشت‌کوب برقی چرخش کنیم. پیاز رو رنده درشت کنید. نیازی به رنده ریز نداریم. نصف فلفل کافیه. بچه‌ها فلفل دلمه رو تا اونجا که میتونید ساتوریش کنید تا کاملا ریز بشه. یک دوم قاشق چایخوری بهش نمک اضافه کنید. یک سوم چایخوری فلفل قرمز. یک سوم قاشق چایخوری پودر تخم گشنیز. بچه وقتی چنگال راحت داخل بادمجون رفت یعنی که بادمجون کاملا کبابی شده و آماده است. حالا باید پوست این بادمجون رو ازش جدا کنیم. میزنمش اینجا. حالا چاقو میذارم اینجا و با چنگال یا قاشق به آرامی جمعش میکنم. کار خیلی ساده ایه. بذارید یکم بادمجونتون خنک بشه، بعد با پشت قاشق، چنگال یا با چاقو کاملا لهش کنید یا کاردیش کنید. خب دوستان همه مواد رو با همدیگه ترکیب میکنیم. عطر دودی بادمجون طعم این غذا رو چند برابر میکنه. این ویژگی اول. ویژگی دوم پختش هست تا اون موقع صبر کنید. وقتی کاملا ورزش دادید روش رو بکشید داخل یخچال 2 ساعت اون استراحت کنه. این عمل دو تا فایده داره. یک، مواد کاملا به خود گوشتمون میرن. دو، موقع سیخگیری خیلی کارمون راحت تره. پس بریم تا 2 ساعت بعد. خب دوستان بعد از گذشت 2 ساعت استراحت کردن کباب کوبیدمون موقع پخت و سیخگیریش هستش. همونجوری که دیدید ما نیاز به آب دست داریم که از آب ولرم استفاده میکنیم. ویژگی دوم کباب امروزمون پختش هست، مخصوص دوستانی که آپارتمان نشین هستن و امکان زغال و منقل و دود این چیزها رو ندارن و حتی فر هم ندارن. یه دونه تابه‌های رژیمی رو بردارید، بذاریدش روی حرارت.
برای سیخی دقت داشته باشید سیختون تمیز باشه، سیختون سرد باشه و چرب هم نباشه. این سه تا فاکتور رو حتما رعایت بکنید. حالا بریم سیخ بگیریم. من دستم میذارم داخل آب. ببینید به این شکل کف دست کل دست رو تو آب فرو نکنید، انگشت بره داخل آب به این شکل. خب وقتی دستمون رو خیس کردیم حالا چونه مورد نظرمون رو برمی‌داریم. یه چونه انتخاب میکنیم، تو دستمون یکم بازش میدیم تا شبیه دوک بشه به این شکل. حالا 4 سانت بالا رو خالی میذارم. مرحله اول چه کوبیده مرغ چه کوبیده گوشت به سیخ نگه داشتنه که روی سیخ وایسه. دستتون رو دوباره خیس کنید که اصلا به شما به دستتون نچسبه. حالا آروم رو به پایین هدایتش میکنیم. به این شکل. حالا برای نقش انداختن تو ویدیوهای قبلی کاملا توضیح دادم. بالای سیخ رو تمیز میکنی و با شست 1 2 3 4 5 6 7 8 قیچیش میکنم اضافهش رو. بالا هم باز به همین شکل. حالا اینو همینجوری وقتی گذاشتم تابم گرم بشه میذارمش روی تابه. این شمارشی که انجام میدیم 1 2 3 4 5 این شمارش کمک میکنه که ما کباب هامون به یه اندازه باشه و این خیلی مهمه توی بخش کباب. بچه اینجا هم دقت داشته باشید هر 10 15 ثانیه یه بار برش میگردونیم تا حرارت باعث بشه که هر دو طرف به طور یکسانی حرارت ببینن و گوشت یه ور شل نشه یه ور سفت. میبینید کاملا گوشت رنگ عوض کرده. خب همونجوری که دارید میبینید بچه‌ها کاملا کباب ما داره میپزه. نه کثیفکاری داره، نه به ظرفمون لطمه وارد میکنه، نه دود و فقط بو داره. عطر کباب قشنگ تو خونه میپیچه اما دیگه دود نداره. برای اینکه خوش‌طعم‌تر بشه وقتی که هر دو طرف کاملا سرخ شده برشته شد از سس کره استفاده کنید. قبلا گفتم بازم میگم یه مقدار کره رو به همراه زعفرون و آب لیمو ترش، اگه بود آب پیاز، نبود اشکالی نداره، اینا رو حرارت میدید. ذوب که شد با قلمو روی کباباتون میمالید. هم طعمش خوشمزه تر میکنه و همین که رنگ لعاب عالی بهش میده. خب دوستای گلم غذای ما آماده است. یه جوجه کباب پختیم با طعم بادمجون دودی. از اینکه تا آخر ویدیو همراه من بودی خیلی خوشحالم. ممنون میشم برای کیفیت بهتر آموزش ها نظر تو برام کامنت بکنی. اگه میخوای کمکم کنی کانالم رشد پیدا بکنه من به صورت معرفی بکن. اگه خودت هم سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن. دوستتون دارم. تا آموزش بعد خداحافظ.